سرخط خبرها. ده‌ها تاجیک را به ترکیه راه ندادند. امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب‌های آهنی خواست. راهبران شبکه‌های برق پنجکند بیش از 2 میلیون سومانی را از خود کردند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 22 فوریه. راهبران روسیه و تاجیکستان امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین نیمه دوم 21 فوریه در شهر قزان دیدار و گفتگو کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان شام 21 فوریه خبر داد که در ملاقات وضع کنونی و دورنمای روابط دوجانبه و برخی از مسائل بین‌المللی و منطقوی بررسی شده است. رسانه‌های روسیه از جمله اورا نیوز نوشتند که این ملاقات همگی 2 دقیقه دوام کرد و در نوار ویدیویی که در شبکه‌های رسمی روسیه نشر کردند، امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین عصب‌های آهنی خواسته است. از جمله رئیس جمهور تاجیکستان با ولادیمیر پوتین برای دعوت اظهار سپاس کرده برای او در همه کارش موفقیت، سلامتی بردوام و عصب‌های قوی خواسته است. همش خوب می شود، میگوید رئیس جمهور تاجیکستان با پرزیدنت روسیه. معلوم نیست که این حرفهای رئیس جمهور تاجیکستان با کدام معنا گفته شده است، اما رئیس جمهور روسیه تبسم کرده به همتایش تشکر میگوید. راهبران کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان، ازبکستان و سربستان، قزاقستان و روسیه روز 21 فوریه برای انجام ملاقات کاری و اشتراک در افتتاح مسابقه بازی‌های آینده در شهر قزان تاتارستان گرد هم آمدند. این نخستین سفری بیرون از مسکو رئیس جمهور روسیه پس از مرگ الکسی ناوالنی مخالف روس گفته می شود. آژانسی مبارزه با فساد از آشکار شدن از خودکنی بیش از 2 میلیون سومانی مبلغ دولت از جانب راهبران شبکه‌های برق شهر پنجکند خبر داده است. با اطلاع منبع، سردار گروه خدمت‌رسانی قطعه پنجکند ارگاشف با استفاده از وکالت منصبداری و در اساس مصلحت پیشکی با راهبری کارخانه شبکه‌های برق شهر پنجکند با و دیگر شخصان مسئول در چند حالت جنایت‌های از آن خودکنی و ساختکاری خدمتی را صادر کردند. با اطلاع منبع، ارگاشف در دوره فعالیت کاریش به حساب خود در انبار گروه خدمت‌رسانی قطعه پنجکند مال و محصولات ارزشدار را رسما قبول نموده، قسم آن را موافق مقصد استفاده و وصل و نصب نکرده به دولت ضرر کلان مادی رساندند. در همین حال آژانسی خبر داده است که مبلغ ضرری آشکار گردیده با پورگی برقرار کرده شده است و تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. نظر جانب دیگر به این مسئله هنوز معلوم نیست. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر 10 شهروند تاجیکستان را به این کشور راه نداده قرار اخراج آنها را در فرودگاه استانبول صادر کردند. برخی الکی به کشور برگشته ایده هنوز در فرودگاه هستند. مقامات ترکیه و تاجیکستان مسئله را شرح نمی‌دهند. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از مولا رجب پرسیدم که مشکل کی آغاز شد. سلام شهلا و درود بینندگان عزیز. حداقل 4 شهروند تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که مشکلی در آمدن به ترکیه از 14 فوریه سر شد. یکی از آنها گفت روز 18 فوریه به استانبول رفت، اما از فرودگاه او را پس گرداندند. به گفته این همصحبت ما 4 روز قبل از رفتن آنها حدود 25 کسی دیگر را از فرودگاه استانبول برگردانده بودند. همصحبت ما گفت او و همراهانش را 3 روز در بازداشتگاه موقتی پلیس در فرودگاه استانبول نگاه داشته 20 فوریه و دوشنبه بازپس فرستادند. این شخص نخواست که نامش فاش شود، ولی سندی را به ما پیشنهاد کرد که 18 فوریه قرار اخراج او را صادر کردند. عین همین شکایت را چند مسافر دیگر هم دارند که 20 فوریه از دوشنبه به استانبول پرواز کردند. در نواری که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند 27 نفر و اساساً مردان دیده می شوند که در چند اتاق در فرودگاه استانبول نشستند و یا خوابیدند. سوال دیگر هم از مولا رجب این بود که مقامات در این باره چی میگویند؟ ما برای شرح مسئله به سفارت تاجیکستان در ترکیه و کنسولگری کشور در استانبول، اینچنین سفارت ترکیه در دوشنبه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعت کردیم. هیچ کدام از آنها تا لحظه نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند.
بعضی از تاجیکستانی هایی که 18 فوریه از ترکیه اخراج شدند به سفارت این کشور در دوشنبه مراجعت کردند و با آنها گفتند که بعضی تاجیکستانی ها را شخص شبهه آور حسابیده به ترکیه راه ندادند. در حالی که شرح مقامات دسترس نیست، بعضی از تاجیکستانی های اخراج شده از ترکیه میگویند که کارمندان پلیس ترک به آنها گفتند سبب پیش آمدن این حالت تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در کلیسای در استانبول بوده است. حمله به کلیسا 28 ینوری امسال صورت گرفت. مقامات ترکیه گفتند یکی از دو گمانبر حمله شهروند تاجیکستان است. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که به روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. البته صدها نفر دیگر با واسطه ترکیه به کشورهای دیگر سفر میکنند، هم به شیوه ترانزیت و هم گاهی برای مدتی در این کشور میمانند. پس مقامات تاجیکستان باید به این قضیه واکنش کنند. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق دارند که به روادید یا ویزا 90 روز در ترکیه استند. تاجیکستانی ها به ترکیه اساساً برای کار و تجارت می روند. مقامات پیشتر شماره آنها را تقریباً 7000 نفر شمرده بودند. روزنامه‌نگاران نام و نسب 45123 نظامی روس را معین کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. این تحقیق را خبرنگاران رسانه مدیازونا و بخش روسی BBC با گروه اختیاریون انجام دادند. از 3 حصه کشته شده ها آنهایی هستند که پیش از حمله به اوکراین با ارتش روسیه رابطه نداشتند. یعنی بیشتر آنها اختیاریون، دعوت شده ها، محبوسان پیشین و جلب شده ها از شرکت های به اصطلاح خصوصی نظامی بودند. به گفته روزنامه‌نگاران از 5406 نظامی بسیج شده 80% در سال دوم جنگ کشته شدند. در گزارش آمده است بیشتر نظامیان کشته شده از ولایت‌های کراسنودار، سوردلوفسک، چلیابینسک و جمهوری باشخوردستان میباشند. آمار مذکور را خبرنگاران از منابع باز به مثل تعزیه‌نامه‌ها در مطبوعات، نوشته‌های خویشاوندان کشته شدگان در شبکه‌های اجتماعی جمع آوردند. وزارت دفاع روسیه تلفات سربازانش در جنگ را آشکار نمی‌کند و آمار خبرنگاران را هم شرح نداده است. اولی همین سال رسانه‌های روسیه معلوم کردند که سر از سال 2022 بنیاد دولتی نفقه روسیه به کارمندانش امر داده است که درباره آنهایی که در جنگ اوکراین شرکت کردند و امتیازها به آنها یا خویشاوندانشان داده می شود معلومات را نشر نکنند، چون ممکن است با استفاده از آن تلفات نیروهای روسیه در جنگ معلوم کرده شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. 22 فеврали соли 1945 се моҳ камтар то хатми ҷанги дуюми ҷаҳон шоири тоҷик Ҳабиб Юсуфӣ дар муҳорибаҳои шаҳри Варшаваи Полша ҷон дод. Шоире ки тавонист дар адабиёт ва шеъри тоҷикии шӯравӣ саҳми худро гузорад, ҳамагӣ 29 сол умр дид. Ҳабиб Юсуфиро пайрави шеъри Владимир Маяковский меноманд, ки мавзӯи ватану ватандориро дар меҳвари ашъораш қарор додааст. вақти он аст эй қалам буррандатар гарди зи теғ, вақти он аст эй сухан ғуррандатар гарди зи барқ аз мисраҳои маъруфтарини ин шоири ҷанговари тоҷик аст. 22 феврали соли 2017 дар як қарори деринтизораш президенти Узбекистон дар қатори 94 нафар ба 15 шаҳрванди собиқи Тоҷикистон ҳам шаҳрвандии кишварашро тақдим кард. ин кор давоми 30 сол тақрибан номумкин буд ва танҳо баъди даргузашти Ислом Каримов маъмурияти Шавкат Мирзиёев ба ин ризоият дод. аксар тоҷикистониҳои собиқе ки ба гирифтани шиносномаи Узбекистон ариза доданд, фирориони ҷанги шаҳрвандӣ буданд. 22 феврали соли 1952 зодрӯзи табиб ва ходими давлати Ҷумъабой Сангинов аст, ки дар марҳилаҳои гоҳо сангину сахти ҳаёти сиёсиву иҷтимоии Тоҷикистон дар мақомҳои тасмимгиранда кор кардааст. дар мақоми муовини раиси вилояти Суғд ва узви комиссиони аломатгузории марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳангоми рӯй додани ҳодисаҳо шахсан дар музокира бо мардуми ҳарду тарафи сарҳад иштирок мекард. дар матбуот ба ҳайси сиёсатмадори фаъол ва ошкоргӯ ёд мешавад. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی به 118 سومانی، $100 به 1095 و 100 یورو به 1180 سومانی برابر است. بینندگان
بینندگان عزیز سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر را می توانید دوام روز در سامانه و صحیفه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهبان شما.